اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچنین در مرکز ناحیه خاولنگ بینای نوی مرکز جوانان را که در مساحت عمومی 1200 متر مربع که با طرح خیلی زیبا ساخته شده است افتتاح نمودند. کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور مهمه سال 2018 آغاز گردیده از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود قدرت ناحیه دنغره با صفت بلند و جوابگو به معیارهای معاصر و صنعت خاص معماری ملی به انجام رسانیده شدند. باعث خوشحالی و قناعتمندی است که در ناحیه خاولین چنین یک مرکز امید و آرزوها افتتاح یافت که ما جوانان ناحیه این را سالها بود انتظاری میکشیدیم. بنیاد هزاران انشاءات مهم کشور این همه کفیل و دستگیرهای اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میباشد. این مرد سیاستمدار و عاقل، دوراندیش و جسور تمام نیروی جسمانی و عقلانی خیش را در راه به دست آوردن استقلالیت و صلح و وحدت به خرج داده است. پس ما جوانان را ضرور است که تاکیدهای همیشه سرور دولت را به یاد داریم که میگوید جوانان باید هوشیاری سیاسی را از دست ندهند زیرا آن فردای آینده تاجیکستان را درخشان میسازند. ما نسل جوان وطن در جواب و غمخوری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان وعده می‌دهیم که خود را در راهی وطنداری و وطن دوستی تربیت نموده صادقانه و عدالتانه به وطن عزیزمان تاجیکستان عزیز خدمت نماییم. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با کارهای انجام یافته بهای بلند داده برای مقصدناک استفاده نمودن انشاءات نوبنیاد به مسئولین دستور هدایت‌های سودمند دادند. بینای مذکور از 2 آشیانه و تخخانه عبارت بوده در قبط یکم آن بخش آموزش زبان‌های خارجی از جمله زبان روسی و انگلیسی، تکنولوژی اینفورماسیونی و مجلسگاه برای 50 جای نشست موجود میباشد. خیلی خرسندیم که ما در این بنا با آموزش کورس‌های کوتاه مدت از جمله تکنولوژی معاصر بهره‌ور می‌گردیم. جواباً به غمخواری‌های شما علم و تکنولوژی معاصر را از خود نموده در پیشرفت جامعه سهم مناسب خود را می‌گذاریم. شرایط فراهم گردیده در انشاءات نو در سمت جلب جوانان ناحیه به زبان آموزی از خود نمودن نازکی‌های تکنولوژی معاصر و برگزاری چاره‌بینی‌های گوناگون مساعدتی فعال خواهد کرد. من حبیب‌الله شعباز آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 باشم. امروز بعد از کرده شدن بینای نوی مرکز جوانان در مرکز ناحیه خاولین جایهای نوی کاری تأسیس می‌یابد. در برابر این امکانیت‌های فراخ بهره جلب جوانان در سمت آموزش زبان‌های خارجی از جمله زبان انگلیسی، روسی فراهم آورده شده است. من همچون آموزگار جوان کوشش به خرج می‌دهم که به شاگردان زبان انگلیسی را آموزند، زیرا در شرایط کنونی دانستن 2 زبان را پیشوای معظم ملت تاکید کردند. بعد از سپارش‌های جناب عالی را به نوبت گرفته تمام کوشش خود را خرج می‌دهم که به شاگردان زبان انگلیسی را آموزانم. در آشیانه دومی بنا باشد اتاق‌های کاری، نقطه خدمت رسانی، بخش‌های آموزش هنرهای مردمی و کتابخانه مهیا می‌باشد. من داودова Назарбе دانشجوی سال اولی فاکولته فیلولوژی دانشگاه دولتی باختر و همچنین یکی از نوقلمان ناحیه خاولین میباشم. ما جوان دختران از دستگیری و غمخواری‌های پیشوای معظم ملت اظهار سپاس و مینه‌داری نماییم که با قدم‌های مبارک راهبریت عالی سیاسی کشور در ناحیه مرکز جوانان به استفاده داده شد. در برابر دیگر انشاءات تامیناتی اجتماعی و اقتصادی در ناحیه ما مرکز جوانان به استفاده داده شد که برای متحدسازی جوانان نقش بغایت بزرگ دارد. در مرکز آموزش کورس دوزندگی به راه مانده شده است که ما دانشجویان تا آغاز سال تحصیل در اینجا از نازکی‌های دوزندگی برخوردار می‌گردیم تا اینکه در روزگار خود ثمرناک استفاده بریم. جهانی سپاس به پیشوای ملت که برای ما چنین یک مرکز با شرایط مناسب به استفاده داده است. در تخانه مرکز جوانان آشخانه، کاشانه حسن، سرتراشخانه، زرگری و دیگر نقطه‌های خدمت رسانی براه مانده شده است. افتتاح چنین بینای خوش‌طرح و زمانوی در مرکز ناحیه خاولنگ مشکلات قبلی جوانان را رفع نموده برای فعالیت پرثمر آنها زمینه می‌گذارد. در مرکز نوبنیاد امکانیت‌های فراخ فراهم آورده شده است که شهادت غمخواری‌های پیوسته دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به جوانان میباشد. امروز ما جوانان خوشبخت از آن هستیم که در چنین فضای صلح و ثبات مرکزهای جوانان، دانشگاه و دانشکده‌ها، بناهای نو زمانوی و مؤسسه هایی که به تمام طلبات های امروزه جوابگو هستند ساخته به استفاده داده ایستادند که ما جوانان دوران صاحب استقلالی امروز خوشبخت از آن هستیم که
дар чунин фазо зиндагӣ дорем, умр ба сар бурда истодаем ва ҳамеша сарбаланду ифтихорманд аз он ҳастем ки таҳти сарпарастии пешвои муаззами миллат қарор дорем ва ҳамеша ин шахси абармард моро дар роҳи рушди стратегияҳои миллӣ, дар роҳи суботкорӣ, таълими илму маърифат, донишомӯзӣ, забономӯзӣ равона месозанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз масъулин даъват ба амал оварданд ки бо истифода аз чунин шароити хубу арзанда ҷавононро дар рӯҳияи худшиносию худогоҳӣ ва ватандӯстию хештаншиносӣ тарбия намоянд, то ки онҳо дар оянда мавқеи сазовори худро дар ҷомеа пайдо намуда дар таҳкими аркони давлатдорӣ, истиқлолияти давлатӣ ва рушду пешрафти ватани азиз саҳм гузоранд. Хуршедаи Наҷмиддин, Фирдавси Бобоназар аз ноҳияи Ховалин.